خداوند امیدوارم اگه نشون داده شد اشکال نداره. سلام میکنم خدمت شما عزیزان خداوند. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و من مجددا باید شروع بکنم از اول. اینو پاکش کردم اوکی. سلام میکنم خدمت شما عزیزان خداوند. امیدوارم که هر جای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز هم مثل بقیه سه‌شنبه ها تفسیر کلام خدا رو داریم. امروز رسیدیم به لوقا باب 4 آیه 31. ولی قبل از که برسیم به تفسیر کلام خدا میخوام یه مطلبی رو با شما عزیزان مطرح بکنم. من داشتم رد می‌شدم از تیم هورتون، دیدم تیم هورتونی که توش کار میکردی بسته شده. پس بنابراین گاهی اوقات پیش میاد دیگه اون جاهایی که ما کار میکنیم توش بسته میشه. اینجا هم بی ارتباط نیست با مطلبی که میخوام بگم، بی ارتباط نیست. برای بخوام راجع به شفای مرد دیو زده صحبت کنیم. برای شفای یه نفر که دیو زده است باید دیو رو اخراجش کرد و وقتی یه جایی بسته میشی اتوماتیک اخراج میشه دیگه. وقتی یه جایی که کار میکردی بسته میشه اتوماتیک شما اخراج. برای همین داشتم رد میشدم از تیم هورتونی که اونجا کار میکنی و دیدم که تیم هورتونه بسته شده، بنابراین شما هم اخراج شدید. ولی ما کاری به اخراج شدن نداریم، چون که رجیستریشن کالج باز بود و من رفتم ثبت نام کردم برای creative writing because I want to be creative and I am creative. بنابراین دارم می نویسم like never before، کتاب می نویسم like never before. و همین من پابلیشر سابقم رو اکس پابلیشر رو اخراجش کردم و دارم با یک پابلیشر دیگه کار میکنم. اونو قبلی رو اخراجش کردم و میخوایم بنویسیم like never before. ما برگردیم سر کلام خدا. شفای مرد دیو زده. سپس عیسی به کفرناهم شهری در جلیل فرود شد و در روز شبات به تعلیم مردم پرداخت. آنان از تعلیم او در شگفت شدند، زیرا در کلامش اقتدار بود. برای همین به من گفته شده وقتی میری روی استیج take the stand، take authority، با اقتدار روی استیج تعلیم بده. به من گفته شده و من اطاعت امر کردم و دارم با اقتدار تعلیم میدم. گرچه من قراره یک شنبه راجع به هرسی باید صحبت کنم، گرچه تعدادی دیگه از مردم میگم نظرات تو کلیسا مختلف، حالا راجع به این مفصلا روز یک شنبه صحبت خواهم کرد، گرچه عده‌ای دیگه به من تهمت هرسی رو زدن، ولی بعضیا به من گفتن، بعضی کشیشا گفتن که با اقتدار تعلیم بده. وقتی روی استیج هستی have authority و با اقتدار تعلیم بده. من همین کار رو خواهم کرد و ادامه میدم و تو کتابم همین جوریه. کتاب می‌نویسم به نوشتن ادامه میدم، چرا که نه، و با اقتدار می‌نویسم
و تعالیم خودم رو در کتاب خواهم نوشت و like never before می نویسم. اما در کنیسه مردی دیو زده بود که روح پلید داشت. او به آواز بلند فریاد برآورد: عیسی ناصری، تو را با ما چه کار است؟ آیا آمده ای نابود ما کنی؟ میدانم کیستی، تو آن قدوس خدایی. اومدن بهش گفتن که تو را با ما چه کار است؟ با ما چی کار داری؟ با ما چی کار داری؟ اومدی تا ما را نابود کنی؟ میاد میگه که عیسی ناصری، اومدی ما رو نابود بکنی؟ به آواز بلند فریاد برآورد. میگه بلندتر از من فریاد بزنید. و به عیسی گفت: آیا آمده ای من رو نابود کنی؟ آمدی که منو دیسترویم بکنی؟ میدانم کیستی. عیسی روح پلید را نهیب زد، اینجوری با پشت دست زد تو دهنش، گفت که خاموش باش. شاد آف. عیسی گفت خاموش باش و از او بیرون بیا. وقتی که یک نفر دیو زده است باید نهیب بزنیم با قدرت، بگیم از او بیرون بیا. چیزی که درون تو هست روح القدس نیست، چیزی که درون تو هست دیوه و باید از اون بیرون بیایی. آنگاه دیو آن مرد را در حضور همگان بر زمین زد و بی آنکه آسیبی به او برسانند از او بیرون آمد. دیدید تو کلیساها میافتن رو زمین، طرف کتش هم میگیره همینجوری تکون میده و همه مثل برگای پاییزی میافتن و همشون شفا پیدا میکنن. ما در نظر میگیریم که همشون شفا پیدا کردن. به این صورته که آن مرد در حضور همگان افتاد. مردم همه شگفت زده به یکدیگر میگفتن این چه کلامی است؟ او با اقتدار و قدرت به ارواح پلید فرمان میدهد و آنها نیز از مردم بیرون میآیند. بدین گونه خبر کارهای او در سرتاسر آن نواحی پیچید. بنابراین منم با قدرت نهیب میدم تا دیو از مردم ایران بره بیرون. مردم ایران دیو دارن. ما با قدرت کلام خدا نهیب میدیم و میگیم خفه شو و از آن مرد بیرون بیا. بدین گونه خبر کارهای او در سرتاسر آن نواحی پیچید. وقتی خبر خوش رو اعلام میکنی، خبر خوش اعلام میشه در سرتاسر آن نواحی. شفای مادرزن پتروس و بسیاری دیگر. آنگاه عیسی کنیسه را ترک گفت و به خانه شمعون رفت. و اما مادرزن شمعون را تبی سخت عارض گشته بود. پس از عیسی خواستند یاریش کنند. او نیز بر باب نمی وی خم شد و تب را نهیب زد و تبش قطع شد. او بدرنگ برخاست و مشغول پذیرایی همکاران شد. مادر تب داشت. مادرزن تب داشت. شرمنده شده بود که نمیتونست پذیرایی بکنه. مادرزن تب داشت و شرمنده شده بود که نمیتونست پذیرایی بکنه. از عیسی کمک خواستن. گفتم بیا کمک بکن که این مادر شفا پیدا بکنه. مریض مادر. و عیسی هم کمک کرد، این مادر شفا پیدا کرد. رفتی آشپزخونه و یه
ترکی برای دخترش درست کرد که دختره بتونه پذیرایی کنه از مهمانان. هنگام غروب همه کسانی که بیماران مبتلا به امراض گوناگون داشتند آنان را نزد عیسی آوردند و او نیز بر یکایک ایشان دست نهاد و شفا شد. دیدی نمیشه، همه رو با هم نمیتونی شفا بدی. خود عیسی یکی یکی دست گذاشت و شفا داد. بگو همه رو با هم نمیتونم شفا بدم. همه رو نمیتونی شفا بدی، یکی یکی شفا بده. دیوها نیز از بسیاری بیرون می آمدند و فریاد کنان می گفتند تو پسر خدایی، اما او آنها را نهیب می زد و نمی گذاشت سخنی بگوید، زیرا می دانستند مسیح است. مسیح همه چی رو می دونست و مردم هم می دونستن، فریاد می زدن، ولی عیسی مسیح گفت خفه شید، حرف نزنید. داشتن حقیقت رو میگفتن تو پسر خدایی، و واقعا هم عیسی مسیح پسر خدا بود. ولی عیسی مسیح چی گفت؟ نهیب زد و نمیگذاشت سخنی بگویند. گفت خفه شید. درسته که من عیسی مسیح هستم، حالا اینا از خودم دارم اضافه میکنم، درسته که من عیسی مسیح هستم، ولی شما حق ندارید فریاد بزنید که تو پسر خدایی. دعای عیسی در خلوت. بامدادان عیسی به خلوتگاهی رفت، اما مردم او را می جستند و چون به جایی که بود رسیدند کوشیدند نگذارند ترکشان. آفرین. اینجا دیگه کاملا برمیگرده به خود من. رفتم توی یک کلیسایی، یک جایی رفتم و یک سری آدم اونجا بودن و وقتی رفتم اونجا کوشیدن نگذارن من ترکشان کنم. در کلیسا رو قفل کردن که من ترکشون نکنم، چون که به من میگفتن استاد و در رو قفل کرد که من نتونم ترکشون کنم. ولی من که به این چیزا اهمیت نمیدم. من از میانشان رد شدم و گذشتم. در رو باز کردم چون من کلید در رو دارم. هیچ دری قفل برای من نیست. کلید در رو دارم. از میانشان رد شدم و گذشتم. ولی او گفت من باید پادشاهی خدا را در شهرهای دیگر نیز بشارت بدهم. چون اونجا تورنتو بود، من گفتم من باید بیام اتاوا خبر خوش رو به اتاوایی ها هم برسونم. برای از میانشان رد شدم و از تورنتو اومدم اتاوا، چرا که به همین منظور فرستاده شدم. پس به موعظه در کلیساهای یهودیه ادامه داد. و ما باب 5 یه مقداری از باب 5 هم میگیم و برای امروز بسته. نخستین شاگردان عیسی. یک روز که عیسی در کنار دریاچه جنیسارت ایستاده بود و جمعیت از هر سو بر او ازدحام می‌کردند تا کلام خدا را بشنوند، در کنار دریا دو قایق دید که صیادان از آنها بیرون اومده مشغول شستن توت‌هایشان بودند. پس بر یکی از آنها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را از اندکی از ساحل دور کند. سپس خود بر قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. یه روز دیگه عیسی هر روز داشت برای مردم صحبت میکرد. یک روز که عیسی کنار دریاچه ایستاده بود، جمعیت هم میامدن سراغش و میخواستن که بشنون، مشتاق بودن که بشنون. در کنار دریا دو قایق بود. 2 تا قایق بود که داشتن ماهی میگرفتن. امیدوار بودن که ماهی بزرگ بگیرن اون 2 تا قایق ها، ولی ماهی بزرگ رو نگرفتن.
مشغول شستن تورهایشان بودند. بیفایده بود. میخواستن ماهی بزرگ بگیرن ولی موفق نشدن. گفتن این همه رفتیم ماهی گیری، آخرش نتونستی ماهی بزرگ بگیری. حالا میشستن که باز دوباره فردا برن، باز هم امید داشتن که ماهی بزرگ رو شاید فردا بگیرن. سپس بر یکی از آنها که متعلق به شمعون بود سوار شد و از او خواست قایق را اندکی از ساحل دور کند. سپس خود در قایق نشست و به تعلیم مردم پرداخت. وارد قایق شد، از توی قایق شروع کرد به تعلیم مردم. چون سخنانش به پایان رسید به شمعون گفت قایق را به جایی عمیق ببر و تورها را برای صید ماهی در آب بیفکنید. شمعون پاسخ داد استاد همه شب را سخت تلاش کردیم و چیزی نگرفتیم، اما چون تو میگویی تورها را در آب خواهیم افکند. سوار شد به قایق و تعلیم داد. وقتی تعلیمش تموم شد به شمعون گفت برو یک جای عمیق تا بتونی یک ماهی بزرگی صید بکنی. شمعون گفت بابا یک شب با تمام شب رو تلاش کردیم ولی هیچی نتونستیم بگیریم. تمام شب رو هیچ سعی کردیم هیچی نتونستیم بگیریم. گفتیم چیکار کنیم. تمام شب رو هیچ سوال کردیم، هیچ سعی کردیم ولی هیچی نتونستیم بگیریم. حالا میگی برو دوباره ماهی بزرگ بگیر؟ من که فکر نمی کنم بتونی ماهی بزرگ بگیر. عیسی گفت که نه، هرچی من میگم گوش بده تا موفق بشی. وقتی چنین کردن آنقدر ماهی گرفتن که چیزی نمانده بود تورهایشان پاره شود. از این ور دوستان خود در قایق دیگر به اشاره خواستن تا به یالیشان بیایند. آنها آمدن و هر دو قایق را آنقدر از ماهی پر کردند که چیزی نمانده بود در آب فرو رود. وقتی که حرف عیسی را گوش کردند موفق شدن که پر بکنند. انقدر پر کردند تا دیگه تورها داشت پاره میشد. ماهی بزرگ و کوچیک، اما اقسام ماهی. قایق پر شد با انواع و اقسام ماهی و با این تورها که میکشیدن بالا انواع و اقسام ماهی توی تورها بود. ماهی بزرگ، ماهی کوچیک، ماهی متوسط. قایق ها پر شد و داشت تورها پاره میشد و گفتن بیا کمک من. فریاد زدن اون یکی قایق هم بیاد کمکش. یعنی انقدر پر شده بود که نزدیک بود غرق بشه. انقدر قایق سنگین شده بود که نزدیک بود غرق بشه. چون شمعون پطرس این را دید به پاهای عیسی افتاد و گفت ای خداوند از من دور شو زیرا من این گناه کنم. شمعون پطرس یه نفر مثل من که این معجزه رو که دید به پاهای عیسی افتاد. به پاهای عیسی افتاد و گفت که ای خداوند از من دور شو زیرا مردی گناهکارم. به گناهکاری خودش پیر برد. چه خود همراهانش از واقع صید ماهی شروع شد. تعجب کردن چجوری پر شد. یه دفعه چجوری پر شد. تعجب کرده بودن. یعقوب و یوحنا پسران زبدی نیز که همکاران شمعون بودند همکارا داشت که شمعون هم همکارایی داشت. به همکاراش گفت که بیاین کمک من که قایق رو پرش کنی. و وقتی که قایق پر شد همشون تعجب کردن، شگفت زده شده. همشون همین حالات داشتن. فقط شمعون لب به سخن گشود و گفت که ای خداوند از من دور شو. عیسی به شمعون گفت مترس، از این پس مردم رو صید خواهد کرد. پس آنها قایق‌های خود را به ساحل راندند و همه چیز را ترک گفته از پی او روانه شد.
عیسی به شمعون گفت که نترس. خوبه که گفتی من گناهکارم، خوب کاری کردی که گفتی من گناهکارم، ولی نترس، از این به بعد به جای ماهی بزرگ آدم‌های بزرگ رو صید خواهی کرد. تا هفته بعد شما رو به رحمت و فیض خداوند می سپارم.